از ادامه درسی که داشتیم در کتابی که ما قرار داشتیم دلایل توحید، ما الکی از این کتاب مقدمه آن را خواندیم که این کتاب عبارت از سوال و جواب است. الکی که ما دیروز با همراهی شمایان کسانی که حضور داشتن تا سوال 30 را گرفتیم. تا اینجا الکی که ما تا سوال 30 را گرفتیم که سوال اخیران ما دو سوال اخیر، سوال 29 که آیا الله پس از مرگ مخلوقات را زنده میکند، در این مورد صحبت کرده بودیم. اخیران سوالی که دیروز گرفته بودیم در بیان حکم کسی که از برای غیر الله قربانی میکند، این را هم جواب گردانده بودیم. اما امروز باشد از سوال 31 دوام این کتاب، از سوال 31 ادامه خواهیم داد. سخن را با بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله شروع می‌نماییم. سوال 31. سوال: نوع‌های شرک کدام‌هایند؟ در اینجا در سوال 31 باب در بیان شناسایی به نوع‌های شرک سوال می‌رود. می‌فرماید که نوع‌های شرک کدام‌هایند؟ جواب: نوع‌های شرک، نوع‌های عمل‌های شرکی تقسیمات زیادی دارند. قسم اول از آن طلب کردن حاجت ها از مردگان، یعنی که انسان از مردگان، از صاحبان قبر چیزی طلب نماید، به مانند گفتن ای فلانی به من فرزنده، یا بیماری من را شفا ده و غیر از این قسمت اول از شرک است. و شرک دعا را که دعا طلب کردن، دعای طلب دعا کردن از مردگان و از شیخ‌ها، اینها را صحبت کرده بودیم، در درس‌های گذشته جواب گردانده بودیم. و قسمت دیگری از نوع‌های شرک استغاثه میگویند، یاری جستن از مردگان، کمک یاری از مردگان، یا کسانی که توانایی کمک را ندارند از آنها یاری طلبیدن. مثلا وقتی که انسان در مصیبت افتاد، یگام شخص مردگی صاحب قبر و مزارها را، یا که شخصی که غایب است حضور ندارد، به او ندا میکند، دست میبردارد از برای قضای حاجتش. این عمل شرکی به حساب می رود. یا توجه کردن به سوی آنها، رو آوردن به سوی آنها، و مثل اینکه انسان گمان برد که بعضی از مردم قدرت دارند یا که تأثیر بخش هستند، به سوی قبرهای آنها روی می آورند و از آنها طلب میکنند، برای آنها قربانی میکنند و از آنها طلب مدد میکنند یا که کمک درخواست چیزی را می نمایند. پس هر کسی که این عملهای شرکی را اگر انجام بدهد، عملش حبطه میگردد، چون الله سبحانه و تعالی میفرماید که هر کسی که عملهای شرک را انجام بدهد، اعمال او را حبطه میسازیم و او در آخرت از جمله بندگانی هلاک شده قرار میگیرد. چون عمل مرده، کسی که مرد عملش قطع شده است و شخص مرده دیگر عمل کردن نمیتواند، دیگر خلاص، دیگر وی از دستش کار نمی آید. او شخص مرده حتی برای خود فایده و زیان رساندن نمیتواند، چیزی است که به دیگران برای خود کاری کردن نمیتواند. پس اگر کسی از مرده یاری بخواهد، از مردگان طلب نماید یا از آنها شفاعت طلب کند، این نشانه جهالت است در فهم انسان. پس شافع یعنی شفاعت کننده کسی است که حق شفاعت به اجازه الله بر او داده شود در روز قیامت، نه مردگان. و مشفوع شفاعت کرده شده، کسی که شفاعت کرده می شود تنها با اجازه الله این داده می شود، صورت می گیرد، نه با اجازه هیچ مخلوقه. و الله سبحانه و تعالی بر کسی اجازه شفاعت نمی دهد مگر اینکه چگونه که فرمود من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. میفرماید در سوره بقره آیت 255 است، کیست آن کسی که نزد او شفاعت کند مگر با اذن او، با اجازه او. پس شفاعت تنها با اذن اجازه الله سبحانه و تعالی قرار میگیرد، نه با بندگان. پس این سبب اجازت شفاعت بر بعضی از بندگان این بیان کمال توحید او است و تکمیل توحید او است. اما شخص مشرک برعکس، عملش نزد الله قبول نمیگردد، بلکه عملش حبطه میگردد و اجازه شفاعت را هم ندارد و داده نمیشود به سبب آن شرکی که آورده است، به سبب آن عملهای شرکی که کرده است. پس شرک میشود شرک اکبر باشد، شرک بزرگ، شرکی که انسان را از دایره اسلام خارج میکند، به مانند دعا کردن به غیر الله، قربانی از برای غیر الله، سجده و رکوع از برای غیر الله، از برای انسان‌ها که بتان و غیره. بارک الله فیکم. اما شرک قسم دوم از شرک اصغر میگویند، شرک خرد، شرکی که از دین انسان را خارج نمیکند، اما گناه عظیم است، گناهش عظیم است. مثلا ریاکاری کردن در نماز، یا که در صدقه دادن، نمایش دادن خود، قسم به غیر الله خوردن، همه اینا شرک هستند. از این سخن‌ها برمی آید که مراجعت به مردگان یا که اولیا یا که بتان این شرک است. این اصل شرک است که این شرک مردم پیشین را
به هلاکت رسانید، آنها را به سوی هلاکت برد و آنها را هلاک کرد. و همچنین هر کسی که در این نوعهای شرک قرار بگیرد وی هم از جمله بندگان هلاک شده قرار میگیرد. بارک الله فیکم. سوال 32 نفاق که دورویگی چند نوع دارد؟ چند نوع می شود؟ جواب: نفاق بر دو نوع تقسیم می شود. اولا نفاق اعتقادی عقیدوی، دوم نفاق عملی در عمل. اما نفاق اعتقادی نفاق عقیدوی باشد، این نوع نفاق است که الله سبحانه و تعالی در قرآن در جایهای گوناگون این را ذکر کرده است. پس هر کسی که نفاق اعتقادی دارد، الله سبحانه و تعالی او را در پایین‌ترین گهدان جهنم قرار می‌دهد. جایگاه او را در پایین‌ترین گهدان جهنم قرار داده است. چون فرمود این المنافقین فی الدرک اسفل من النار، به درستی که منافقان در پایین‌ترین گهدان جهنم هستند. و این منافقان کسانی که نفاق اعتقاد دارد و کسی که در ظاهر خود را مسلمان می‌گیرد، مسلمان نشان می‌دهد، شاید نماز بخواند، روزه بگیرد، از اسلام سخن بگوید، ولی در باطن به الله و پیامبرش ایمان ندارد. وقتی یافتش دشمنیش را می‌کند به دین اسلام. چون که امروزها منافقان خیلی زیاد شده هستند. منافقان در این زمان خیلی زیاد شده هستند. اما نفاق عملی باشد، نفاق عملی در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است که 4 چیز هست که هر کس دارای آن 4 چیز باشد منافق خالی است، منافق خالص است. و گفتند که هر کی اگر یکی از این را داشته باشد، در او یکی از خصلت‌های نفاق است، و فرمود که وقتی که سخن میگوید دروغ بگوید، اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف، هنگامی که وعده بدهد خلاف میکند، وعده اش را میشکند. خوب دقت بدهید. اذا حدث کذب، هنگامی که سخن میگوید دروغ میگوید، بسیار دروغ میگوید، نشانه های نفاق است. پناه به سوی الله. اذا وعد اخلف، هنگامی که وعده بدهد خلاف میکند، وعده را میشکند. و اذا اؤتمن خان، وقتی که امانت بر او داده شود وی را خیانت میکند، به انصافی میکند. و هنگامی که سخن بگوید دشنام میدهد. هنگام محاکمه با کسی گفت و شنید شود، دشنام میدهد، سخنان زشت میگوید، به انصافی میکند. و نیز در حدیث دیگری که آمده است، آیت المنافق ثلاثه گفتند، نشانه های منافق 3 هست. اذا حدث کذب، هنگامی که سخن بگوید دروغ میگوید. و اذا وعد اخلف، هنگامی وعده بدهد مخالفت مینماید. و اذا اؤتمن خان، هنگامی که امانت بر او سپرده شود وی امانت را خیانت میکند. پس این گونه نفاق، یعنی نفاق قسمت دوم، نفاق عملی، میتواند به اصل اسلام بنده اجرا شود. یعنی شخص هنوز هم مسلمان حسابیده میشود در نفاق عملی، ولی اگر این نفاق پورا و کامل گردد، ممکن است که شخص تماما از دایره اسلام خارج شود، اگرچه نماز بخواند، روزه بگیرد و خود را هم مسلمان بشمارد. چرا؟ زیرا ایمان بنده انسان را از چنین خصلت‌ها باز می‌دارد. باید باز بدارد. کسی که مسلمان است از این خصلت‌ها باید باز داشته شود، خودش را باز بدارد خود را. اگر هر کس که این خصلت‌ها را به طور کامل در خود پیدا شده باشد و هیچ چیز او را از این کار باز ندارد، پس او منافق خالی است، منافق حقیقی به حساب می‌رود. العوذ بالله. برای همین تلاش نمودن نکنید که از زمره و جمله این منافقان قرار نگیریم. العوذ بالله. پناه به سوی الله. سوال 33 مرتبه‌های یا که مرتبه دوم دین چیست؟ مرتبه دوم دین این ایمان است. چگونه که معلوم است دین دارای 3 مراتب است، 3 مرتبه دارد: اسلام و ایمان و احسان. و ایمان بالاتر از اسلام است. مرتبه ایمان بالاتر از مرتبه اسلام است. مسلمان زیاد هستند، نه که مؤمنان کمتر هستند. زیرا در ایمان تأیید باطن و اطمینان قلب علاوه می شود. چگونه که الله می فرماید و قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا. اعراب بادیانشینان گفتند که ما ایمان آوردیم. و الله در جواب گفت که بگو ای محمد بر آنها شما ایمان نیاوردید، بلکه بگویید که ما اسلام آوردیم. ولیکن قولوا اسلمنا، ولیکن بگویید که ما مسلمان شدیم، اسلام آوردیم. ولما يدخل الايمان في قلوبهم، که تا حال ایمان در دلهای آنها، در قلبهای آنها داخل نشده است. سوره حجرات آیه 14. پس فرق میان اسلام و ایمان در آن است که اسلام عملهای ظاهری است، مثل نماز، روزه، حج، زکات، ولی ایمان عملهای باطنی است. هر کسی که کلمه شهادتین را بگوید و نماز را بر پای بدارد و عملهای کفر و شرک را انجام ندهد، پس وی مسلمان است، وی برادر ماست، خواهر ماست. اما هر کسی این کار را انجام ندهد، اگر چه لا اله الا الله هم بگوید، وی مسلمان است. بگوید دلم پاک باشد، دل صاف باشد. اما ایمان از اسلام در مرتبهش بالاتر است. یعنی که شخص مؤمن عملهای ظاهری را انجام میدهد و به عملهای باطنی ایمان دارد و همچنین از کارهای منکر خود را باز می‌دارد. برای همین مسلمانان زیاد هستند، عملهای فسق و فجور را انجام می‌دهند، اما مؤمنان کم هستند که پاک سرشت، پاک دامن هستند، از گناهان خود را باز می‌دارند. سوال 34 شاخه‌های ایمان چند تایند؟ جواب: ایمان
زیاده از 70 چند شاخه دارد، چون در حدیث ذکر شده است. بالاترین شاخه های ایمان این گفتن کلمه لا اله الا الله. پایینترین شاخه اش باشد شاخه ایمان، یعنی تازه کردن راه مردم از آزار و زیانی که آزار و اذیتی که به مردم میرسد و فرمانده که پیامبر که حیا یکی شرم نیز از شاخه های ایمان است. و در این معنی حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است گفتند که الایمان بدع و 70 شعبه. ایمان 70 چند شاخه دارد. فافضلها قول لا اله الا الله. افضل ترین شاخه های ایمان این قول لا اله الا الله است. بالاترین مکان آن لا اله الا الله است. و ادناها و پایینترین آن باشد اماطه الاذى عن طریق، دور کردن آزار و اذیت از زیر پای مردم. و الحیاء و حیا باشد شاخه های از ایمان به شمار می رود، از شاخه های ایمان به شمار می رود. روایت بخاری و مسلم است. پس ایمان تنها با اعتقاد نیست، بلکه با گفتار و عمل و اخلاق هم ظاهر می شود. این است معنای ایمان. پس نه همه مسلمانان مؤمن هستند، بلکه همه مؤمنان مسلمان هستند. سوال 35 ارکان ایمان چند تا است؟ رکن های ایمان چند تا هستند و کدام های اند؟ جواب: رکن‌های ایمان 6 تا است. ایمان آوردن به الله، به فرشتگان، به کتاب‌ها، به پیامبران، به روز قیامت و ایمان آوردن به تقدیر، به قضا و قدر، خیر و نیکی که شر آن. و در این معنی حدیث جبرائیل علیه السلام است. وقتی که نزد پیامبر آمد، پیامبر صلی الله علیه و سلم را از ایمان و از اسلام و از احسان پرسید. و در مورد ایمان پیامبر چی گفتند صلی الله علیه و سلم؟ ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و تؤمن بالقدر خیر و شر. ایمان این است که ایمان بیاوری به الله و فرشتگان و کتابهایش و پیامبرانش و روز آخرت و به تقدیر خیر و بد آن. پس این 6 رکن پایه اساسی ایمانند که به آنها ایمان درست نمی شود. کسی اگر که این 6 رکن یکی از این رکن ها را اگر که ایمان نداشته باشد یا که در آنها شک نماید، پس از دایره اسلام خارج می شود. روایت مسلم است این حدیث. سوال 36 مرتبه سوم دین چیست؟ مرتبه یکم اسلام بود، مرتبه دوم ایمان بود، اما مرتبه سوم اسلام چیست؟ جواب: مرتبه سوم اسلام این احسان است. این احسان است و احسان باشد یک رکن اساسی دارد. عبادت الله را عبادت کنی گویا که تو او را میبینی. اگرچه تو او را نمیبینی، پس او سبحانه و تعالی تو را میبیند. و دلیل آن حدیث جبرائیل علیه السلام است. وقتی که پرسید که احسان چیست، پیامبر گفتند صلی الله علیه و سلم که ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. احسان این است که الله را عبادت نمایی همچنین که گویا تو او را میبینی. اگرچه تو او را نبینی، پس او حتما تو را میبیند. روایت مسلم است. پس احسان این اخلاص با حضور قلب، اخلاص و حضور قلب در عبادت معنی اساسی احسان است. همچنین الله سبحانه و تعالی را عبادت نمایی که تو او را میبینی. اگر تو او را نمیبینی، پس یقین داشته باشی که حتما این نمازی که برای الله انجام میدهی تو را دیده ایستاده است. این مرتبه احسان است. احسان مرتبه بالاترین است، از ایمان دا بالاتر است. گفتم مسلمان شخص است که لا اله الا الله میگوید، نماز میگذارد، عملهای ظاهری اسلام را انجام میدهد و چیزی از شکننده‌های اسلام را انجام نمیدهد و این مسلمان گفته می شود. اما مؤمن درجهش از این بالاتر است. الله ما را از این درجات دوم و سوم قرار بدهد. مسلمانان زیاد هستند، اما مؤمنان باز کمتر هستند. چون مؤمن کسی است که مجرد لا اله الا الله را میگوید، نماز میخواند، ارکان اسلام را خوب به جا میآورد، ارکان ایمان را خوب به جا میآورد، تسلیم است، علاوه بر این از گناهان دوری میجوید، از گناهان کبیره دوری میجوید، گناهی را انجام نمیدهد و این مؤمن است. اما محسن باشد، احسانکار، درجات این با از درجات مؤمن در بالاتر است. احسان کسی است که وای شرطهای اول اسلام را و ایمان را انجام میدهد، اما عملهای خیرش بیشتر است. مثلا نمازهای فرضی را که انجام میدهد، باز نمازهای سنت نافله بیشتر میخواند. روزه را که میگیرد، روزه فریضه را باز علاوه بر این با کارهای خیر با روزهای نافله دارد. یعنی که کارهای نیک بسیار دارد. هر چیزی که نیک است آنها را انجام میدهد. اما مؤمن گاه تقصیری ها هم دارد. اما مسلمان باشد، تقصیری های خیلی زیادی دارد، کوتاهی های خیلی زیادی دارد نسبت امرهای الهی سبحانه و تعالی. سوال 37: آیا مردم پس از زنده شدنشان، وقتی که در روز قیامت مردم زنده میشوند، آیا مورد حساب و کتاب و جزا قرار میگیرند؟ جواب: بله. تمام مردم، تمام انسانیت، تمام انس و جن، پس هر عملی که در این دنیا انجام دادن، حتما حساب و کتاب آنها برای نیککاران مکافات بزرگ، برای بدکاران جزای عظیم موافق آن عملش دادن می شود.
الله میفرماید در این مورد در سوره نجم آیه 31 لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنى. الله سبحانه و تعالی کسانی را که بدی کردند، کارهای بد کردند، الله در عوض کارهای بد آنها جزای آنها را میدهد و پاداش نیک میدهد آن کسانی را که عملهای نیک و شایسته در این دنیا انجام دادند. پس این آیه کریمه بیان میکنه که روز قیامت روز حساب و جزاست. اهل بدکار با جزای خود میرسند، جزای خود را میبینند، حتما آن جزا را میچشند و اهل نیکوکار ثواب بزرگ عملهای نیک خود را به دست میآورند و سبب نجات آنها نیز میگردد. سوال 38 حکم کسانی که به زنده شدن بعد از مرگ ایمان ندارند چیست؟ جواب: هر کسی که به زنده شدن ایمان ندارد پس وی کافر است. و دلیل این که کسی که به زنده شدن بعد از مرگ ایمان ندارد وی کافر است قول الله سبحانه و تعالی در سوره تغابن است، میفرماید: زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. پس آنهایی که کفر ورزیدند گفتند ما هرگز زنده نمیشویم. گفتند بر آنها بگو، گفت الله سبحانه و تعالی پیامبر امر کرد بگو بر آنها بله البته که پروردگار شما، البته قسم به پروردگار و پروردگارم سوگند، حتما زنده میشوید و با شما و اعمالتان، اعمالی که عملهایی که انجام دادید خبر داده می شود و با آن عملهایی که شما انجام دادید جزا داده می شود و این کار بر الله سبحانه و تعالی بسیار آسان است. پس ایمان آوردن بر زنده شدن، بعث میگن زنده شدن را، زنده شدن بعد مرگ، این رکن ایمان است. این کار کردن این انسان را از دایره اسلام خارج میکند، کافر و مشرک میشود. سوال 39 آیا ملت باقی مانده است که الله سبحانه و تعالی به آنها رسول نفرستنده باشد که این رسولان آنها را به عبادت یگانه الله سبحانه و تعالی فرا خوانده باشند و از طاغوت آنها را باز داشته باشند؟ جواب: نه، یگان ملت باقی نمانده است که بر آنها رسول فرستنده نشده باشد. الله به هر ملت پیامبر فرستانده است که آنها را به عبادت خود بخوانند، فرا بخوانند و از طاغوتان آنها را باز دارند. و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی است که می‌فرماید: ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. و البته به هر امت پیامبر فرستادیم، به هر امت پیامبر فرستادیم اینکه الله را عبادت کنند و از طاغوت دوری بجویند. سوره نحل آیه 36. پس هیچ ملت نیست مگر اینکه الله سبحانه و تعالی بر آنها پیامبر فرستانید. از برای هر امت رسول هست که آنها را به سوی توحید، به سوی عبادت الله سبحانه و تعالی بخوانند و آنها را از شرک، از طاغوت پرستی باز بدارند. به این واسطه پیامبران بر همه مردم حجت برپا شده است و کسی دیگر دعوای عذر هم ندارد. سوال 40 نوعهای توحید کدام هایند؟ جواب: توحید به 3 نمود، به 3 قسم تقسیم می شود. توحید ربوبیت، پروردگاری الله، یعنی اعتراف کردن به اینکه الله سبحانه و تعالی یگانه پروردگار و مدبر، تدبیر کننده تمام امور و عالم است. و این توحید را، توحید ربوبیت را حتی کافران نیز اعتراف میکنند، چون که الله سبحانه و تعالی میفرماید: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. بگو کیست که شما را از آسمان و زمین روزی میدهد و کیست که گوشها و چشمها را صاحب است و کیست که زنده را از مرده و مرده را از زنده میبرارد و کیست که کارها را اداره میکند؟ پس البته که میگویند الله. فقول، پس بگو افلا تعقلون، آیا عقل نمیکنید؟ آیا نمیاندیشید؟ سوره یونس آیه 31. این قسمت اول از توحید، از توحید ربوبیت که این را اکثر مردم قبول دارند. اما قسمت دوم از توحید، توحید الوهیت است، توحید عبادت، یعنی اخلاص عبادت تنها از برای الله سبحانه و تعالی قرار داده شود، نه برای هیچ مخلوق، نه برای پیامبران، فرشتگان، اولیاء، نه برای هیچ کس قرار داده نشود. معنای اله در زبان عرب کسی است که شایسته عبادت است و شایسته است که تمام نوع عبادت برای او صرف کرده شود، نه برای غیرش. حتی مشرکان قبول میکردند و میپذیرفتند که الله اله آلیه ها است، اله خدایانشون است، ولی با همراهی الله اله بر این چیز الهان دیگر، الهان خودشان را نیز از صالحان، از فرشتگان، از پیامبران عبادت میکردند.
بر الله شریک می آوردند، شرک قرار میدادند و با امید آن که شاید اینها در نزد الله آنها را شفاعت کنند. چگونه که مردم جاهلی که حاضر عملهای شرک را انجام میدهند و این اعتقاد را دارند. این اعتقاد را از ابو جهل، از ابو لهب، از گذشتگان خود تا حاضر میراث بردند و گمان میبرند که از این فعل اینها الله راضی است، در حالی که این عمل شرک است که کیها باز آنها را از دایره اسلام بیرون کرده است. اما توحید اسما و صفات قسمت سومی از توحید اسما و صفات، توحید نامها و صفات الله سبحانه و تعالی، یعنی اعتقاد کردن با اینکه الله سبحانه و تعالی نامها و صفاتهای زیبا و کامل دارد. صفاتهای زیبا و کامل دارد. چگونه ای که در کلامش این نامها و صفاتهای زیبایش را بر ما بیان کرده است، نامهای زیبا و صفاتهای کاملش را بر ما بیان کرده است، یا توسط پیامبرش صلی الله علیه و سلم بر ما رسانیده است، بدون تعویل و تغییر و انکار و میسازنیه. پس نه توحید ربوبیت از انسان پذیرفته می شود، نه توحید الوهیت پذیرفته می شود، مگر اینکه تصدیق کاملی توحید اسما و صفات داشته باشد و از انسان اقرار ربوبیت الله سبحانه و تعالی پذیرفته نمی شود مگر اینکه به الوهیتش ایمان داشته باشد و الوهیت از او پذیرفته نمی شود مگر اینکه بر ربوبیت و اسما و صفات هم چیز اقرار تام داشته باشد، بدون تحریف و تغییر و تعویل و تشبیه ماننده. چون بعضی مشرکان در اعتراف ربوبیت و الوهیت بیشتر اعتراف میکردن از عاقل‌ترین این کسان این زمان، از عاقل‌ترین آن کسانی که صفات الله سبحانه و تعالی را در این زمان انکار میکنن. مشرکان آن زمان از اینها در با فراستر بودن، اعتراف میکردن، اعتقاد داشتن، باوری میکردن، انکار نمیکردن بعضی از صفات را. پس انکار صفات در این زمان، انکار صفات الله سبحانه و تعالی در این زمان در بین مردم، این عقیده جهمیه بسیار منتشر شده است. از این برحذر باشید. بلکه شخص مسلمان واقعی آن کس است که آن چیزی که در قرآن ثابت است، قرآن بیان کرده است، با او بدون چون چرا تسلیم است و فرمانبرداری میکند و تعویل تغییر نمیدهد آن را، خاصا صفات الله سبحانه و تعالی را. سوال 41: اگر الله مرا به چیز امر کند، بر من چی چیز واجب میگردد یا که واجب میشود؟ جواب: بر تو 7 چیز، 7 مرحله واجب میشود. اول دوست داشتن آنچه که الله امر کرده است، دوست داشتن آنچه که الله بر تو امر کرده است و دوست داشتن آنچه که الله فرموده است. و سوم قصد اجرا کردن با نیت عملی. چهارم اجرای آن امر در عمل و آن عمل باید راست و خالص از برای الله قرار بگیرد و صحیح درست طبق شریعت الله، شریعت محمد صلی الله علیه و سلم باشد و احتیاط کردن از آن چیزهایی که این عملی که الله بر تو امر کرده است سبب برباد شدن او نگردد، از نواقض این عمل و صبر و پافشاری در این عمل تا آخر. پس وقتی که الله به چیزی امر میکند، بر مسلمان ضرور است که آن را با تمام حقش بجا آورد. یعنی واجب تنها عمل کردن نیست، بلکه علم، محبت، اخلاص، موافقیت و صبر نیز شرط کمال شدن آن قرار میگیرد، شرط کامل و به کمال رسیدن آن قرار میگیرد. بارک الله فیکم. سوال 42: اگر انسان بداند که الله به توحید امر کرده است و از شرک من کرده است مردم را، آیا این 7 مرحله در حق او تطبیق می شود؟ جواب: نه همه این 7 مرحله تطبیق می شود. بسیاری مردم در بعضی هاشون میمانند، قرار میگیرند. چگونه که از شرح داده میفهمونیم. مرحله اول این دانستن بود آن امری که الله بر تو کرده است. بسیاری از مردم میدانند که توحید حق است و شرک باطل است، ولی برایشون مهم نیست در پی فهمیدن آن، برایشان مهم نیست که از پی فهمیدن آن بیروند و حرکت کنند، در حالی که بدونند که شرک این قبیح ترین چیز است. عمل انسان را باطل می‌نماید، لیکن آن را نمی‌آموزند. توحید اصل نجات انسان است، آن را نمی‌آموزند. میدونند که ربا، سودخوری حرام است، ولی آن را انجام می‌دهند. میدونند که خوردن مال یتیم حرام است، ولی از حرام خوری خود را باز نمی‌دارند. مرحله دوم، دوست داشتن. مسلمان حق دارد چیزی را که الله نازل کرده است دوست بدارد و کافر کسی است که آن را بد می‌بیند و رد می‌کند. اما بسیاری از مردم پیامبران را دوست نمی‌دارند و آنچه را که پیامبران آوردند آن را دوست نمی‌دارند، بلکه با آن دشمنی می‌ورزند، به احکام شریعت دشمنی می‌کنند. حتی اگر بدونند که این از جانب الله سبحانه و تعالی نازل شده است، بازم بر او دشمنی می‌کنند. چگونه که دیده شده ایم. مرحله سوم، قصد و نیت کردن.
بسیاری از مردم میدونند و دوست می‌دارند اما جرأتی عمل کردن را ندارند. از ترس آنکه دنیایشان از دست می‌رود، دنیایشان تغییر می‌یابد. مرحله چهارم عمل کردن. بعضی‌ها نیت و عمل می‌کنند ولی وقتی می‌بینند که در نزد مردم یا در نزد شیخ‌هایشان این عمل پسندیده نیست، این عمل را ترک می‌کنند. به خاطر مردم دین الله را ترک می‌نمایند، احکام شریعت را ترک می‌نمایند. مرحله پنجم خالص و درست بودن عمل. بسیاری ها عمل میکنند نه که عملشون خالصانه نیست، در آن اخلاص نیست و یا اینکه عملش درست نیست. شاید خالص از برای الله بود نه که مطابق شریعت پیامبر نبود، شاید مطابق شریعت پیامبر بود نه که خالص از برای الله نبود. و مرحله ششم باشد احتیاط از باطل شدن عمل. حتی صالحان از باطل شدن عملهای خود میترسیدند، خوف داشتند، چون الله میفرماید که ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون، مبادا عملهای شما باطل و نابود و حبطه بگردد در حالی که شما نمیفهمید، نمیدونید. سوره حجرات آیه 2. اما در زمان ما باشد این احتیاط و ترس از حبطه شدن عمل چی بسا کم از مردم است که بر این احتیاط نمایند و از این ترس داشته باشند. مرحله هفتم مرحله آخران صبر و پافشاری. صبر کردن در عمل و ترس از سوی خاتمه، از مرگ بد. پس این از بزرگترین چیزهایی است که حتی صالحان از آن میترسیدند، از خاتمه بد میترسیدند. پروردگار خاتمه ما را نیکو بگردان، بر ما خاتمه نیکویی را نصیب بگردان. سوال 43: معنای کفر چیست و چند نوع می شود؟ چند نوع است؟ جواب: کفر یعنی کافر شدن دو نوع است. کفر بزرگ، کفر اکبر میگویند که انسان را از اسلام بیرون میسازد، انسان را از اسلام خارج میکند، از دایره اسلام برآورده و دایره کفر داخل مینماید. و این کفر اکبر 5 نوع است. یکم کفر تکذیب میگویند، دروغ شماریدن. این کسی است که حقیقت را رد میکند، نشانه های آشکار را رد میکند هرچند برایش روشن است. و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی است، میفرماید: و من اظلم ممن افترى علی الله کذبا او کذب بالحق لما جاءه الیس فی جهنم مثوى للکافرین. در سوره زمر. کیست ظالمتر از آن کسی که به الله دروغ میبندد یا حقیقت را رد میکند وقتی که بر او حقیقت میرسد؟ آیا جای کافران بجز جهنم جای دیگری نیست؟ پس یکم کفر تکذیب، کفر دروغ شماریدن است. چیزی از احکام شریعت رد شمارید انسان مرتد میشود، کفر میگردد. دوم کفر استکبار و ابا و با تصدیق، یعنی شخص میدوند که حق است ولی از کبر و غرورش آن را نمیپذیرد، مانند ابلیس. و دلیل آن: و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابى واستكبر وكان من الكافرین. و یاد کنید وقتی که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید، پس همگی سجده کردند بجز ابلیس که سرکشی کرد و تکبری ورزید و از کافران قرار گرفت. پس کسی که سرکشی کند پس کافر می شود، از شریعت روی بگرداند کافر می شود، نماز نخواند کافر می شود، سرکش است. سوره بقره آیه 34. سوم کفر شک و گمان. کسی که مطمئن نیست با این شریعت یا که با آنچه که شریعت الله نازل کرده است بر آن مطمئن نیست، در آن شک دارد، باور ندارد، اطمینان ندارد، پس مثل آن شخص است که به نعمت‌های الله شک کرد و با نفس خود ظلم کرد. کیسه صاحب باغ که الله آن را در سوره کهف آیه 35 ذکر می‌نماید: و دخل جنته و هو ظالم لنفسه، و به باغ خود داخل شد در حالی که به نفس خودش ظلم می‌کرد و گفت آیا پس از مرگ باز زنده می‌شوم؟ شک می‌کرد در زنده شدن بعد از مرگ. پس هر کسی که شک کرد پس از دایره اسلام خارج می‌شود در چیزی از اسلام. سپس کفر اعراض میگویند. کفر اعراض یعنی کفر روی گردانیدن. کسی که تماما روی میگرداند از اسلام، نه میپذیرد، نه قبول میکند و نه انکار میکند، گویا او را تماما این چیز دخل ندارد. اینا کفر اعراض، روی گرداندن میگوید. روی گرداندن از چیز از دین الله سبحانه و تعالی. و دلیل اون قول الله سبحانه و تعالی است که والذین کفروا عما انذروا معرضون. و آنهایی که کافر شدند از چیزی که به آنها بیم داده میشد روی میگرداندن. سوره احقاف آیه 3. سپس کفر نفاق، این در ظاهر مسلمان است ولی در باطن کفر در قلب علنگه میزند. و دلیل اون قول الله سبحانه و تعالی است: ذلك بانهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. زیرا آنها ایمان آوردند سپس در باطن کافر شدند، پس در دلهایشان مهر
پیچه زده شد و آنها ایمان نمی آورند. سوره منافقون در آیه 3. اما قسمت دومی از کفر خرد است، کفر اصغر میگویند که انسان را از دایره اسلام بیرون نمیکند. این کفر نعمت است، یعنی انسان نعمت‌های الله را ناشکری میکند، قدر نمیکند. و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی در سوره نحل و ضرب الله مثلا قريه میگه كانت آمنة. الله یک شهری رو، یک دهی رو، یک شهر رو مثال آورد، مثال زد که در امن و آسوده حال زندگی میکردند و روزی آنها از هر جا می آمد. پس نعمتهای الله را ناشکری کردند، ناسپاسی کردند. پس الله بر آنها لباس گرسنگی را بیچشانید، یعنی و ترس رو در قلب‌های آنها جایگیر کرد به سبب اعمالشان، به سبب عملهایشان. پس قسم دومی از کفر خرد است که در بالا ذکر کردیم. و در قول الله سبحانه و در سوره ابراهیم که آیه 34 می‌فرماید که ان الانسان لظلوم کفار، بیشک انسان ظالم است و ناشکر، ناسپاس است. سوال 44: شرک چیست و نمودهای آن کدام‌هایند؟ جواب: بدان که توحید مقابل شرک است. توحید مقابل شرک است و شرک عبادت کردن الله سبحانه و تعالی و همچنین در این مورد عبادت غیرش که در بالا بیان کردیم. و شرک به سه نوع تقسیم می شود: شرک اکبر، شرک بزرگ، و شرک اصغر، شرک خرد، و شرک خفی و شرک پنهان. اما شرک اکبر، شرک بزرگ باشد، این نوع شرک انسان را از دایره اسلام خارج میکند. و شرک اکبر به 4 نوع تقسیم می شود: شرک دعوت، شرک دعا، یعنی دعا کردن و یاری جستن از غیر الله سبحانه و تعالی. و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی در سوره عنکبوت آیه 65 می‌فرماید که فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصین له الدین. وقتی که سوار کشتی میشوند الله را با اخلاص خالص میخوانند، دعا میکنند از این برای نجات خودشان. وقتی که آنها به خشکی میرسند، نجات پیدا میکنند، باز به سوی شرک خود باز میگردند. دوم شرک نیت و اراده و قصد، یعنی عمل رو تنها برای دنیا و زینتش انجام دادن. و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی است: من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها يبخسون. هر که زندگی دنیا و زینت آن را اختیار نماید و بخواهد، الله با آنها عملهایشان را در دنیا پورا می‌دهد، دنیا را بر آنها پورا می‌دهد و بر آنها در این دنیا ظلم نمی‌شود. اولئک الذین لیس لهم فی الاخره الا النار. اما آنها در آخرت آن کسانی هستند که در آخرت جز آتش جهنم برای آنها چیز دیگری نیست. و حبط ما صنعوا فیها، و آن عمل، آن کارهایی که در این دنیا انجام داده بودند، آن عملهایشان باطل حبطا می‌شود، چون دنیا می‌خواستند، دنیا را عبادت کردند و آن کارهای دنیایی که می‌کردند، آن کارهایشان در آخرت به اثر می‌شود، به اساس می‌شود. سوره حود آیه 15 و 16. سپس شرک طاعت، شرک اطاعت میگویند. اطاعت نمودن و فرمان برداری کردن از آن کسانی که حلال را حرام میکنند، حرام را حلال میکنند از مردم. پس اطاعت کردن آنها این شرک است همچنین. و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی در سوره توبه آیه 30 می‌فرماید که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. عالمان و راهبرانشان را به جای الله پروردگار گرفتند. برای همین جایز نیست که از هیچ عالم پیروی کرد مگر با دلیل، نه اینکه هر چی بگوید گرفته رفتن میگیری. این آیت وعید شدید است برای آن کسانی که تقلید کورکورانه میکنند از هر کسی. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. عالمان و راهبرانشان را به جای الله پروردگار گرفتند. و المسیح ابن مریم، و این چنین مسیح ابن مریم را نیز نصارا اله گرفتند. و ما امروا الا لیعبدوا اله واحده، در حالی که امر نشده اند یا که امر نشده بودند مگر اینکه تنها الله یگانه را عبادت کنند. لا اله الا هو سبحانه عما یشركون. اله بر حق جز او نیست، او پاک و منزه از هر عیب است، او پاک است از آنچه که بر او شریک می‌آورند. و دیگر شرک محبت، شرک محبت یعنی دوست داشتن غیر الله همانطوری که الله را دوست می‌دارد. و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی است، می‌فرماید در سوره بقره آیه 165: و من الناس من اتخذ من دون الله اندادا یحبونهم كحب الله. بعضی از مردم هستند که با جای الله همتایان میگیرند که آنها را مثل الله دوست می‌دارند. والذین آمنوا اشد حبا لله. اما آن کسانی که ایمان آوردند الله را سخت‌تر دوست می‌دارند. پس معلومه شد که مشرکان دعوای حب الله میکنند، آنها دعوای محبت الله میکنند. هر کس دعوای محبت الله کرده میتواند. ولو یرى الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جمیعا و ان الله شدید العذاب. اگر ستمکاران بینند وقتی که عذاب رو میبینند که تمام قدرت از آن الله است و الله عذابش بسیار سخت است. اما شرک اصغر شرک خود باشد، مثل ریاکاری، عمل رو برای نمایش
برای شهرت، برای خودنشاندهی انجام بدهی. و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی می‌فرماید فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. پس هر کی امید رحمت الله را دارد، امید واخری با پروردگار را دارد، فلیعمل عملا صالح، پس عملهای صالح و شایسته نیکو انجام بدهد. ولا یشرک بعبادت رب احد، و در عبادت الله کسی را شریک قرار ندهد. سوره کهف آیه 110. و نوع سوم شرک خفی، شرک پنهان، یعنی شرک که بسیار پنهان است و انسان نمیتواند آن را احساس یا که تشخیص نماید. و دلیل آن حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند الشرک فی هذه امه، شرک در این امت اخفا من دبیب نمل، پنهانتر و خفیتر است از راه رفتن مرچه دبیب نمل علی صفاء سوداء، مرچه سیاه بر سنگ سیاه، فی ظلمت اللیل، در تاریکی شب می رود. از این دم پنهانتر است شرک. این حدیث را امام احمد روایت کردند. سوال 45، فرق بین قضا و قدر در چیست؟ جواب: قدر معنایش تقدیر کردن می باشد، تقدیر کردن، و بعداً در معنای تفصیل و توضیح استفاده می شود و پس از آن غالباً در معنای تقدیر الله برای موجودات پیش از آفرینششان به کار برده می شود. این از قدر، تقدیر الله سبحانه و تعالی. اما قضا باشد عادتاً در معنای حکمی کیهانی استفاده برده می شود، یعنی اجرای آن چیزی که الله سبحانه و تعالی در تقدیر نوشته است و در لوح المحفوظ ثبت شده است. و بعضی وقت قدر هم به معنای قضا می آید، یا که برعکس قضا به معنای قدر، برای قضا و قدر میگوییم. پس ifade کننده گناهان قضا در قرآن کریم الله میفرماید که ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، سپس در دلهایشان هیچ تنگی احساس نکنند از آنچه که تو قضاوت کرده ای، تو حکم کرده ای. به معنای حکم، سوره نساء آیه 65. یا که به معنای به انجام رسیدن، به پایان رسیدن، فاذا قضیت الصلاة، پس هنگامی که نماز به انجام بیابد، به پایان بیابد، به پایان برسد، در سوره جمعه. و به معنای عمل واقعی انجام دادن، فقضی ما انت قاضی، یعنی که بیکن آنچه را که تو خواهی کرد. به معنای خبر یا که اعلان کردن. و قضینا الی بنی اسرائیل، ما به بنی اسرائیل خبر دادیم، به معنای خبر. همچنین به معنای مردن می آید قضا و قدر، قضا. و نادا یا مالک لیقضی علینا ربک، ندا میکنن که ای مالک بگذار پروردگارت ما را بمیراند، به معنای میراندن همه آید. و به معنای فرو آمدن عذاب همه آید قضا. و قضی الامر، و کار انجام یافت، یعنی عذاب دیگه فرود آمد، در سوره بقره آیه 110. یا که به معنای اجرا و تکمیل یافتن همه آید، که در سوره طه الله میفرماید و با قرائت قرآن شتاب مکن پیش از آن که وحی الهی به تو تمام کامل برسد. به معنای حکم و فصل جدایی کردن می آید. و قضی بینهم بالحق، و بین آنها به حق حکم کرده شد. به معنای آفرینش هم می آید، آفریدن. فقضاهن 7 سماوات، پس آنها را 7 آسمان گردانید، که آفریده، آسمان را 7 طبقه قرار داد، سوره فصلت. به معنای امر دینی همه آید قضا. و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه، پروردگارت امر کرد، فرمود، حکم کرد که غیر او را عبادت نکنید. پس این از معنای قضا در قرآن کریم به معنای گوناگون می آید. یا که به معنای اجرای مناسک در قرآن، در حج مثلا حاجیان فاذا قضیتم مناسککم، وقتی که شما مناسک حج خود را به انجام برسانید. پس خلاصه قضا و قدر هر دو معنای تقدیر را دارد، اما قدر بیشتر به معنای پیشکی تعیین شدن و معین کردن چیز را پیش از آفرینش در بر میگیرد، و قضا بیشتر به معنای اجرا و عملی شدن آن چیزی را که تقدیر شده است گفتن می شود. پس قدر آن چیزی که الله پیشکی برای مخلوقات معین و تقدیر کرده است پیش از آفرینش، و قضا واقع شدن همان تقدیر در زمانی که یا که در مکانی که الله خواسته است. اگر با عبارت دیگر بگوییم قدر این نقشه و تعیینات پیشکی است و قضا اجرا و عمل شدن آن نقشه می باشد. مثلا پیشکی نوشته شده است که فلان شخص در فلان سال تولد می شود. قدر وقتی که واقعا تولد شد آن را قضا می گویند. سوال 46: آیا تقدیر هم در خیر و در شر هم به طور عمومی از جانب الله سبحانه و تعالی است یا نه؟ جواب: تقدیر هم خیر و هم شر به طور عمومی از جانب الله است. از علی ابن ابی طالب رضی الله عنه روایت است که گفت: کنا فی جنازه فی بقیع غردق
فأتى رسول صلی الله علیه و سلم فقعدنا حوله. میگه که ما در قبرستان بقیع، جنازه در بقیع الغردق بودیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدند و نشستند و ما نیز گرد آن حضرت صلی الله علیه و سلم نشستیم. در دستش عصای بود، یک چوب بود. سر خود را پایین انداخت و با عصا در زمین چیز میکشید. پس فرمود هیچ کس از شما نیست، هیچ نفسی نیست مگر آنکه الله جایگاهش را در جنت یا دوزخ نوشته است و نوشته شده است که سعادتمند است یا که بدبخت. یک مرد از صحابه گفت پس آیا ما بر نوشته امون تکیه کنیم و عمل را انجام ندهیم؟ یعنی بر آنچه که بر ما کتابت شده است ما آن را به آن تکیه نماییم و ترک عمل نماییم، یعنی هیچ کار انجام ندهیم؟ و پیامبر چی فرمودند؟ هر کس از اهل سعادت باشد به عملهای اهل سعادت آسان کرده می شود. این در این دنیا اگر که بر تو آسانی آمد که تو علم آموزی، تو در راه خیر نیکو هستی، پس بدان که تو در خیر نیکویی هستی، تو در سعادتمندی هستی. و هر کس که از اهل بدبختی باشد پس عملهای اهل بدبخت ها برای او آسان می گردد. پناه به سوی الله آسان کرده می شود. و سپس این آیه کریمه رو رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت کردند. فاما من اعطى واتقى، پس هر کسی بر او بخشش کرده شد، داده شد و تقوا و پرهیزگاری رو پیشه نمود و به بهترین کلمه توحید ایمان آورد، ما او را به راه آسان آماده میکنیم. و هر کی بخیلی کرد و بی‌نیازی جست و دروغگو بود، دروغ گفت، ما او را در راه دشوار یا که راه دشوار رو بر او آماده میکنیم. یعنی که دروغ گفت یعنی که دروغ شمارید. این حدیث رو امام بخاری و مسلم روایت کرده هستند. و دلیل دیگری در حدیث است، در روایت دیگری اومده است که و اعملوا فکل میسر، عمل خود را انجام بدید، یعنی عمل نمایید، زیرا هر کس برای آنچه که آفریده شده است برایش آسان میگردد. اما اهل الشقاوت فییسرون لعمل اهل الشقاوه، اما اهل شقاوت، اهل بدبخت، کسانی که بدبخت هستند، عملهای اهل بدبختان برای آنها آسان کرده می شود. و اما اهل سعادتی، و اما اهل سعادت باشد، فییسرون لعمل اهل السعاده، پس برای آنها عملهای اهل سعادت آسان کرده می شود. روایت بخاری و مسلم. سوال 47، معنی لا اله الا الله چیست؟ جواب، معنیش هیچ معبود برحق جز الله نیست، هیچ معبود برحق شایسته عبادت جز الله نیست. و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی و قضى ربک الا تعبدوا الا ایاه، پروردگارت حکم کرد که جز او را عبادت نکنید. در سوره اسراء الا تعبدوا یعنی که جز او را عبادت نکنید، این معنی لا اله است. الا ایاه مگر او را عبادت نمایید، این معنی الا الله است. این معنی الا الله یعنی لا اله الا الله همه معبودان باطل را و دروغین را از بتان، از انسانها، از طاغوت از حد انکار کردن. لا اله و تنها این عبادت ها را، عبادت حقیقی را از برای الله سبحانه و تعالی شایسته دانستند الا الله. پس این کلمه دارای دو رکن اساسی است، نفی یعنی انکار لا اله، رد کردن هر معبود غیر از الله، و الا الله اثبات کردن عبادت تنها از برای الله. پس در آخر معنیش عبادت سزاواری هیچ کس و هیچ چیز نیست مگر به جز الله سبحانه و تعالی، که در بیان لا اله الا الله رساله خاص ما صحبت کرده هستیم، میتونه از آن باز بهره بگیرید. سوال 48، کدام توحید است که الله پیش از نماز و روزه بر بندگانش فرض گردانده است؟ کدام توحید است که الله پیش از نماز و روزه بر بندگانش فرض گردانده است؟ جواب، این توحید عبادت است، توحید الوهیت است. پس جز الله کسی را نخوان، از کسی دعا و کمک یاری مدد نطلب، کسی را عبادت مکن، نه پیامبر را نه غیر او را. و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی است که می‌فرماید و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، و مسجدها از آن الله هستند، پس با الله یا که پس در مساجد الله با الله کسی را شریک قرار نده، کسی را با او مخوان، نه در دعا، نه در عبادت، نه در سجده، نه در رکوع، نه در هیچ چیزی. پس الله سبحانه و تعالی اولین چیزی که بر بندگان فرض گردانید این توحید عبادت است، توحید الوهیت است، یعنی خالص گرداندن همه عبادات تنها از برای او، نماز، روزه، حج، زکات، هر عملی. و نیز الله می‌فرماید که ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو رو میپرستیم و تنها از تو کمک یاری مدد میطلبیم، فقط الله را بخوانیم و بر او کسی را شریک قرار ندهیم. پس در ابتدا باید عقیده درست داشت، توحید عبادت را درست کرد، بعد عملها مثل نماز، روزه و دیگر اعمال قبول میگردند، وگرنه نه. سوال 49، کدامش بهتر است؟ فقیر صابر، فقیر صبر کننده یا غنی شکر کننده؟ و حد صبر و شکر چیست؟ جواب، هر دو صابر، فقیر صبر کننده و ثروتمند شکرگزار،
از بهترین مؤمنانند، اما بهترینشون پرهیزگارترین آنهاست. و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با درستی که ارزشمندترین شما در نزد الله پرهیزگارترین شماست. سوره حجرات. پس صبر ترک جزع میگویند، یعنی ترک نالیدن و بیقراری، و شکر باشد آن است که نعمتی که الله سبحانه و تعالی برای انسان عطا کرده است، با این شکر اطاعت فرمانبرداری او را کردن. فقیر صابر و غنی شاکر هر دو نزد الله سبحانه و تعالی مقام عالی دارند. فضیلتشون وابسته بر تقوا است، نه بر فقیر و غنی بودن. پس هنگامی که مصیبت برای انسان آمد، سختی ها نالش نکردن، بیقراری نکردن، راضی شدن با تقدیر الله سبحانه و تعالی، اما شکر نعمت را شناختن و سپاس آن را با زبان گفتن و اطاعت فرمانبرداری الله را نمودن. پس بهترین کس آن کس است که در حالت فقر و غنی پرهیزگار باشد. این بهترین انسان هاست، در حالت فقر و غنی پرهیزگار باشد. سوال پنجم: چی چیزی را به من توصیه می دهید؟ جواب: توصیه من بر شما این است که توحید را عمیق و عمیق فهم کنید و کتاب‌های توحید را بسیار مطالعه نمایید، بخوانید، زیرا آنها حقیقت توحیدی که الله سبحانه و تعالی به آن رسولان فرستاده است و حقیقت شرک را که الله سبحانه و تعالی با واسطه رسولش حرام گردانیده است روشن می‌سازد. و اینچنین الله سبحانه و تعالی خبر داده است که شرک را نمی‌بخشد و جنت برای شخص مشرک حرام است و شرک عمل انسان را، تمام عملهای انسان را حبطه و باطل می‌سازد. و دلیل اون قول الله سبحانه و تعالی است که ان الله لا یغفر ان یشرک به، همان الله آن کسی را که بر او شریک قرار بدهند نمی‌بخشد، نمی‌آمرزد. و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، و غیر شرک هر چیزی را از برای هر کسی بخواد میبخشد. انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار، هر کسی که به الله کسی چیز را شریک قرار بدهد، پس جنت را برای او حرام قرار میدهد الله و جایگاهش دوزخ است. و الله میفرماید که ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین، به درستی که بر تو ای پیامبر و کسانی و پیامبرانی که پیش از تو بودند بر آنها وحی شد، اگر که شرک به الله بیاورید، به درستی که البته عملهای شما را حبطه می‌سازیم و شما از جمله هلاکت شدگان قرار می‌گیرید. پس توصیه این است که آموختن توحید، عمیق و عمیق فهمیدن آن، زیرا توحید اصل است و پایه دین میباشد. شرک باشد بزرگترین گناه است. الله نمیبخشد شرک را اگر هر کسی که با شرک از این دنیا بگذرد. جهنم برای او آماده می‌گردد و جنت برای او حرام می‌گردد. تمام اعمالی که در این دنیا انجام می‌دهد، هر عملی که باشد، از نماز، روزه، حج، زکات، حبطه میگردد. پس مهمترین وصیت و بزرگترین وصیت و عظیمترین وصیت این علم توحید را از خود کردن، آموزش توحید است. و اینکه ضد توحید شرک است و عمر آموختن، چه شرک بزرگ و چه شرک خرد باشد، چه شرک آشکار و چه شرک پنهان باشد، بر حذر از این بودن. و سوال 51 میفرماید که بعضی سخنان برایم بنویس که الله با آن به من فایده برساند. بر من سخن کن، نصیحتی را بنویس، نصیحتی را بگو که بر این نصیحت تو بر من فایده برساند الله سبحانه و تعالی. جواب: اولین چیزی که بر تو توصیه میدهم رو آوردن با آن چیز که محمد صلی الله علیه و سلم از نزد الله تبارک و تعالی آورده است. سنت او را با تمام کمال پذیرفتن، زیرا او صلی الله علیه و سلم از نزد الله متعال به هر آنچه که مردم بر آن نیاز دارند آورده است و ترک نکرد هیچ چیز را مگر اینکه بر ما آموزانید و هیچ چیز را بر ما امر نکرد مگر اینکه از جانب الله سبحانه و تعالی فرود آمد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ چیز را از مردم من ننمود مگر اینکه برای انسان خیر نیکو است و هر بدی که بود با شدت ما را از آن منع کرد. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم دلیل را بر بندگان الله، بر امتش قائم کرد و این دلیل حقانی قرآن کلام الله سبحانه و تعالی و سنت او تا روز قیامت با پابرجا و باقی میماند. دیگر برای هیچ کس نزد الله سبحانه و تعالی هیچ عذر دیده نمی شود، هیچ عذر دیگر نمیماند. الله سبحانه و تعالی درباره او و برادرانش از پیامبران میفرماید: ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و نبیین من بعدی،
بعد روز که ما وحی کردیم به تو ای پیامبر و کسانی که پیش از تو از پیامبران بودن از نوح و پیامبرانی که نبیایی که بعد اومدن و میفرماید رسولا مبشرین و منذرین، رسولانی که بشارت دهنده و بیم دهنده هستند، لئلا یکون للناس علی حجه بعد رسل، تا اینکه برای مردم یگام حجت بعد فرستادن رسولان نماند، باقی نماند دیگر حجتی. و کان الله عزا حکیما، و الله عزیز و حکیم است. الله میفرماید که ما فرستادیم پیامبرانی را مژده دهنده و بیم دهنده تا بعد از فرستادن پیامبران برای مردم بر الله حجت نماند و الله غالب و حکیم است. پس بزرگترین چیزی که او صلی الله علیه و سلم از نزد الله آورد و اولین چیزی که با آن امر فرمود توحید الله سبحانه و تعالی است در عبادت با اخلاص و بر او کسی چیزی را شریک قرار ندادن. چگونه که الله میفرماید یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر، ای جمعه بر خود پیچیده برخیز بیم بیده و پروردگارت رو بزرگ بشمار با توحید. و معنای پروردگارت رو بزرگ بدار این است که او رو با توحید بزرگ بدار و عبادت رو خالصانه تنها از برای او انجام ده. و این توحید پیش از انجام نماز و روزه و حج زکات پیش از هر چیزی هست، پیش از هر شعارهای اسلام است توحید. و معنای این که برخیز و بیم ده این است که مردم رو از شرک در عبادت الله، یگانگی الله سبحانه و تعالی در آن باز بدار، بیم بده آنها را. و این پیش از ترسانیدن از زنا، دزدی، ربا، ستمکاری و پیش از هر گناه کبیره، پیش از هر گناه بزرگی باید از شرک مردم باید بینوده شود و از توحید مردم آگاهی کرده شود. این اصل بزرگترین و واجبترین اصول دین است برای همه مردم از جانب الله سبحانه و تعالی. الله میفرماید که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما جن انسان آفریدم مگر اینکه من را عبادت نمایند. برای همین الله سبحانه و تعالی رسولان را فرستانید، کتاب ها را نازل کرد و فرمود ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان یعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، و براستی برای هر امت پیامبر فرستادیم با این امر که الله را عبادت نمایند و از طاغوت دوری بجویند. بر همین اساس توحید است که مردم بر کافران بر مؤمنان تقسیم شدند، و هر کی روز قیامت الله را با توحید ملاقات کند و بر او کسی چیزی را شریک قرار نداده باشد و از اهل بهشت قرار میگیرد و بهشت جاودان داخل میگردد. و هر کی با شرک الله را ملاقات نماید الله او را نمیبخشد و او را از اهل جهنم قرار میدهد. پس این است معنای کلمه که هر روز تو میگویی لا اله الا الله، زیرا اله آن کسی است که تو باید او را عبادت نمایی، اله آن کسی است که باید تو او را عبادت نمایی با محبت، با امید، برای جلب خیر و دور شدن در شر بدیها، از او ترسیدن و به سوی او توکل کردن. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم آن چیزی را که مردم برای هدایت و سعادت نیاز دارند از نزد الله آورده است و هر چیزی که انسان را به بهشت نزدیک میکند و داخل بهشت میسازد و رضای الله است پیامبر بیان کرد و هر چیزی که انسان را به دوزخ میبرد راههایش را پیامبر سان بیان کردند برای ما و شمایان. پس اصل زمینه همه دعوت رسول این توحید است، یعنی اخلاص در عبادت تنها برای الله سبحانه و تعالی بدون شریک قرار دادن بر او. برای همه اولین انسان و آخرین انسان ها دعوت به سوی توحید، آگاه کردن مردم از توحید و منع ساختن مردم از شرک، پیش از نماز، پیش از زکات، پیش از دیگر احکام. الله سبحانه و تعالی مردم برای آن آفریده است که اون را عبادت نمایی، تنها اون را، و از عبادت مردم، از غلامداری مردم را سبودش کردن. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما جن انس تنها به خاطر آن آفریده که تنها ما را عبادت نمایند. پس این آیت اصل آفرینش و مقصد اساسی و حیات انسان را از جنها نشان میدهد. همه عملها در عبادت ها باید خالصانه از برای الله قرار بگیرد مطابق سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. پس این پایه و زمینه تمام فرمانده پیامبر صلی الله علیه و سلم است. اگر ما با عبارت دیگه بگیریم، حیات در روی زمین برای عبادت ساخته شده است، آفریده شده است. همه چیز رو ای انسان برای تو آفریدند تا که تو از این نعمت استفاده برای او الله را عبادت نمایی. و اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الله را عبادت نمایی و از طاغوت دوری بجویید. در اینجا الله سبحانه و تعالی در این آیه کریمه وظیفه اساسی همه پیامبران را بیان کرد، دعوت به سوی عبادت خالصانه و عبادت الله سبحانه و تعالی و دوری شدن از شرک، از کفر، از طاغوتان. هر چیزی که انسان را به سوی عبادت غیر الله میبرد، بود، شیطان، پادشاه ظالم، هوا و هوس و هر چیزی که باشد، این آیت سراسر رساله پیامبر صلی الله علیه و آله جمع میکند. توحید، عبادت از برای الله سبحانه و تعالی، برائت شدن از شرک، دوری شدن از طاغوت. پس موفق کسی است که با توحید زندگی میکند و از شرک دوری میجوید، با اون نزدیک نمیکند. پس او انسان است که کامیاب و سعادت مند، او انسان است که نجات یافته است. اما اگر انسان شرک میآورد، جای او دوزخ است. هر چی اگر عبادت‌های بیشتر کرده باشد، هر چی اگر عبادت‌های زیاد هم کرده باشد.
پس خلاصه بزرگترین وصیت از جانب پیامبران که برای انسان فایده میدهد این وصیت توحید است و بزرگترین نهی از جانب پیامبران این دوری شدن از شرک از طاغوتان است. پس این معنای اساسی کلمه لا اله الا الله است. بارک الله فیکم. اللهم اجعلنا من اهل توحید خالص. ای الله ما را از جمله اهل توحید خالص قرار بده و ثبتنا علی دینک حتی نلقا. پروردگار ما را در دین ثابت بگردان حتی با تو بخوریم. و انت راض عنا، در حالی که تو از ما راضی باشی. و نجینا من الشرک، پروردگار ما از شرک نجات بده، صغیر و کبیر، از خرد و بزرگش. انک انت الغفور الرحیم، بدرستی تو غفور الرحیم هستی. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیه.